من هانیه هستم. خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ما ویکلی تاک. سلام، من فائزم. خیلی خوش اومدین به ویدیو این هفته. این قسمت میخوایم راجع به شوک‌های فرهنگی صحبت بکنیم. این قسمت اول از شوک‌های فرهنگیه. بریم که شروع کنیم. خب مورد اول که خیلی راجبش حرف میزنن و ما شرقی ها اصولا باهاش اوکی نیستیم و اون چیزی نیست جز فیلم کردن با صدای بلند در پابلیک. اولین باری که من باهاش مواجه شدم روزی بود که در واقع فلایتم بود از تهران به ونیز و تو فلایت اول که از تهران به استانبول بود همه چی اوکی و اینا بود. از استانبول به ونیز که همه ایتالیایی بودن تو هواپیما، من کم کم صدای فیلم رو شنیدم و اینجوری باشه آشنا شدی. خیلی عجیب بود برام. و خب ماها خیلی بی سر صدا فقط مثلا اینجوری میگیریم دیگه و اونا قشنگ فیلم میکنن که مثلا همه محتویات بینیشون یاد دیرو، مثلا ما یا میکشیم بالا یا مثلا خیلی نمازه چوزیاتش هم میدونم، ولی که خب اونا اعتقاد دارن که اینا رو باید بدن بیرون. That's too much information. ولی که صداش خیلی اوایل برای من آزاردهنده بود و واقعا حال منو بد میکرد، به خصوص این که مثلا تو سلف دانشگاه میرفتیم غذا بخوریم و وسط غذا اینجوری بودم که فیلم نکنید لعنتی ها. آره خیلی در مکانهای پابلیک این کار رو میکنن. من اولین باری که باش مواجه شدم جلسه اولی بودش که من سر کلاس میرفتم، یعنی ترم 1 بود، اولین جلسه دانشگاه بود. رفتیم سر کلاس و اینا، بعد استادش صحبت میکرد، داشت درس میداد، ما همه داشتیم گوش میکردیم و اینا. بعد یهو دیدم یکی با صدای خیلی بلند داشت فیلم میکرد. بعد من اولین چیزی که اومد تو ذهنم این بودش که چقدر بیادب، استاد داره صحبت میکنه، چرا وسط حرف استاد داری فیلم میکنی؟ بعد گذشت، گفتم خب حالا طرف بیادبه. گذشت، بعد دوباره دیدم مثلا جلسات بعد آدمای متفاوت و این اتفاق میفته و اینجوری بودم که اوکی این مثل این که فرهنگشونه و مثلا تو اتوبوس و نمیدونم همطور که من گفت تو سلف دانشگاه اینا مثلا یکی فیلم میکنه، توی کتابخونه که خیلی ساکته همه دارن درس میخونن یکی با صدای خیلی مهیبی داره فیلم میکنه. واقعا خیلی آزاردهنده است. من هنوزم برام عادی نشده. البته مثلا هر بار که صدا رو میشنوم میگم اوکی بسه، چقدر دیگه داری فیلم میکنی؟ من دیگه عادت کردم و دیگه حالا من نمیخوام. ببین من حیث صدا خب چون ماها کلا عادت کردیم انسان‌های بی سر صدایی باشیم، یعنی کلا شرقی‌ها این شکلی نه فقط ماها، آسیای جنوبی شرقی هم در واقع همین شکلی هم مثل ما رفتار میکنن، ولی که بحث صدا اینا نیست. البته سر کلاس واقعا بعضی وقتا انقدر صداش مهیبه من واقعا صدا نمیشنوم. خب اینجوریام که بعد استاد خیلی ریلکس به هر صداش ادامه میده، بعد میگم که you lost me، تو رو خدا برگرد حرف بزن، نفهمیدم چی گفتی. ولی که مثلا دیگه الان صداشو باش اوکی شدم و دیگه کمترم حالا با هم میزنم. نه من حالا موقع به هم نمیخوره از این حرکت. من میشه با صداش دقیقا مشکل دارم، هنوزم برام صداش اصلا عادی نشده. بعد واقعا مثلا توی یه جایی بعد حالا مثلا طرف اوکی یه فیلم کوچیک بکنه بعد تموم بشه اوکیه، ولی بعضیشون واقعا نان استاپ طولانی مدت هی فیلم میکنن و اینجوری هم که تمامش کن بسه، میگی چقدر دماغ داری. حالا خب این واقعا چیزیه که یه سر متفاوته بین ما. یا مثلا ماها حتی اگه بخوایم فیلم کنیم ما هم فیلم میکنیم میریم تو دستشویی. آره ما جای پابلیک فیلم نمیکنیم. آره تو پابلیک فیلم نمیکنیم، واقعا میریم حتی دستشویی عمومی هم باشه میریم اونجا. بعد یه سری یادمه خود کجا رفته بودیم، یه دختره تو دستشویی ایران، تو دستشویی عمومی دانشگاه نمیدونم که کجا بود، دانشکده بود کجا بود، دختره تو دستشویی فیلم کرد و از من عذرخواهی کرد. گفتم که نه اوکیه فلان مثلا خجالت نکش. و من اومدم دیدم که خب نه واقعا بیگ دیل نیست اصلا که اصلا بخوان حتی بابتش عذرخواهی بکنن. و این که خب من مثلا چند تا کشور دیگه اروپایی هم رفتم دیدم، بعد فهمیدم که کل اروپایی‌ها این فرهنگو دارن.
اما صداهاشون متفاوته، یعنی تون صدا منظورمه ها. مثلا من فنلاند بودم، آلمانیه داشت، آلمانی بود طرف، مثلا فین کرد، ولی اولا این که خیلی با چیز و اینا مثلا پشتشو کرد به من و فلان، و صدای فینش به مراتب آرومتر از ایتالیایی‌ها بود. ایتالیایی‌ها واقعا صداشون بلنده و فکر می‌کنم، من شنیدم که، حالا من فرانسه نبودم ولی شنیدم که صدای فین فرانسوی هم خیلی بلنده. آره اونا هم مثل ایتالیا، من هم کلاسی ولی فرانسوی مثلا داشتم، یه سری مثل کشورها مثل فنلاند و اینا که من بودم، یا مثلا سوئد که بودم، فینشون خیلی آرومه و تو اونقدر شوکه نمیشی با صداش. آره چیز بیگ دیل نیست، ولی اینجوری هم که مثلا یه ذره ولومشو کم کنید، نمیدونم. اوکی بگذاریم. آره مورد بعدی. دومین چیزی که ما حالا بر خودمون یادداشت کردیم چون تعدادش زیاد بود قطعا یادمون میرفت، دومین چیز این بودش که اینا نایت لایف ندارن. یه جورایی ساعت 7:30-8 شب مغازه ها میبندن، اعم از لباس فروشی، اعم از دیگه گروسری استور، مثلا فروشگاه سوپرمارکت ها، دیگه چی، بارا خب طبیعتا بازن، پاساژ رستوران مثلا داشته بازن، باشن، فروشگاه داشته باشن، همه میبندن اصولا، یکیشون خدا شد. به جز خب بار و مثلا رستوران که خب طبیعتا میخواد شام سرو کنه، یا مثلا بار میخواد درینک بده دست ملت، جز اونا همه میبندن و نایت لایف ندارن. خیابونا واقعا شبیه چی میگن شهر ارباب میشه واقعا، مگر مرکز شهر که در واقع همون رستوران ها هستن و ملت حالا در رفته آمدن که مثلا بیرونی برن دیتی مثلا ملت دارن میرن و غیر و ذالک. و اینجوری بودم که اول من خب ما از تهران رفتیم و خب تهران که مثلا تا 12 شب مثلا اتوبان همچنان ترافیکه، یا مثلا ملت همچنان توچال دارن میرن بستنی بخورن، کافه ها مثلا کیپ تا کیپ مثلا پر آدم ها همش دارن تو خیابون اصلی به خصوص راه میرن قدم میزنن و اینها. واقعا برای من شوکه کننده بود. اینجوری بودم که چرا مثلا من دوست دارم شب بیرون بمونم. مثلا من توی تهران خودم همش مثلا دیر برمیگشتم خونه، چون مثلا حالا با بچه ها میرفتیم بیرون، کافه، رستوران، نمیدونم تئاتر میرفتیم، نمیدونم حالا اتاق فراری میرفتیم و غیره. بعد اومدم اینجا و دیدم که خب هانیه جون برنامه ها مثلا باید تا 8 باشه. آها یه چیز دیگه هم بگم، ترانسپورتیشن حمل و نقل هم دیگه تا 9 دیگه اکثرا تموم میشن دیگه، مثلا خط کار نمیکنن لیترالی. بیشترین چیزی که کار میکنه ترن شهره که اونم 12 تموم میشه. ولی خب مثلا توی تهران ما داشتیم دیگه مثلا مترو که خیلی کار میکنه. مترو نه تا 12 بود؟ نه تا 10 کار میکنه مترو. 10 شب تهران تا 10 شب 10 شب 10:30 آخرین قطار بیارتی شبانه روزیه، ولی بیارتی 24 ساعت هست. مطمئنه تا 10 شب مترو؟ آره من یادمه که یه سری آخرین قطار رو داشتم میگفتم، یادت باشه یه سری جاها، یه سری ایستگاه‌های چیز هست مترو هستش که کرکره داره، کرکره‌ش هم میکشن میرن تو ایران. ولی که اینجا فقط ترام در واقع تا 12 شب کار میکنه که اون آخرین ترانسپورتیشنی که هست از شمال به جنوب شهر ما در واقع محدوده حرکتیشه. ولی اینم برام جالب بوده که خب این شکلی، خب با توجه به اینکه مغازه ها میبندن، با توجه به اینکه ترانسپورتیشن دیگه نیستش، من مجبورم که اوکی هانیه جون اون لایف استایل تو بذار کنار و از این به بعد این شکلی با برنامه‌هاتو قبل 8 شب جمع و جور کنی و اینها. یا مثلا اگر که خب مرکز شهر باشه یا مثلا بخواید دوچرخه چیزی استفاده کنی، خب میتونی ایونت های شهر رو مثلا شرکت بکنی که اکثرا هم از 10 شروع میشه تا 12 و دیگه بیشتر از 12 بازم نیست. ایونت هایی که تو خود در واقع شهرداری شهر برگزار میکنه بازم از 12 شب فراتر نمیره، چون بالاخره مردم میخوان بخوابن و غیره. ولی خب کلابا فرق داره، کلابا حالا طبیعتا تا 4 صبح همشون هستن. ولی اینکه نایت لایف ندارم و مثلا ملت میرن خونه‌هاش و شبیه شهر ارباب میشه، اصلا حس خوبی به من نمیداد دیگه. برای من واقعا از تهران رفتن به اینجا، حالا شاید میلان و روم و اینها قضیهش فرق بکنه، ولی برای من که توی شهر دانشجویی در واقع دارم زندگی میکنم، یه ذره اول برای من سخت بود که بتونم باهاش الاین بشم این شکلی.
آره دیگه، کلا اینجا زود میبندن مغازه‌هاشون و من یادم مثلا اوایل که اومده بودم مثلا گوگل مپ چک میکردم که بخوام برم سوپرمارکتی یه چیزی بخرم، مثلا تازه شب چون 9 شب مثلا گشنم شد، یادم افتاد نون ندارم مثلا، ببینم همشون بستن و نمیتونی کاری بکنی. بعد دیگه باید کم کم آداپته بشی که عادت کنی که خریداتو به موقع انجام بدی. مثلا یه سری فروشگاه هستش مثل پم و اینها، اونا تا 9 شب بازن، اونا که تو مرکز شهرن تا 9 شب بازن، ولی که تنها فرقی که داره اینه که الکل بعد از 8 شب نمیفروشه. نه جز اون آره دیگه فروش بقیه چیزاش اوکیه، مثلا اون نهایتا تنها چیزیه که خب اونم باید ببینی نزدیک خونت هست یا نه دیگه. آره. مثلا برای نون خریدم بخواد طبیعتا آره، مثلا از من لااقل دوره. اون هم نکته سوم نگاه کردنه. ما حالا تو ایران هم کم و بیش داشتیم اینو، ولی اینجا من فکر کنم یه ذره بیشتره والیومش. ببین ما نگاه کردن و من نمیدونم مثلا حالا ما تهران بودیم دیگه واقعا جا افتاده بود کسی نگاه نمی‌کرد به اون صورت. شاید مثلا شهرهای دیگه، شهرهای کوچیک اینو داشتن تو ایران، ولی حداقل تو تهران میدونم که به عنوان کسی که چندین سال از بچگی زندگی کردم واقعا دیگه جا افتاده بود که آدما همون نگاه نمی‌کردن، کسی با کسی کاری نداشت واقعا. نگاه کردنم که اینجا میگیم نگاه کردن بد نه، ولی نگاه کردنیه که مثلا برای منی که عادت ندارم به من حس خوبی نمیده. مثلا من یادم اون اوایل میرفتم کتابخونه‌ای که نزدیک خونم بود درس میخوندم، بعد مثلا این در کتابخونه که باز میکردم وارد سالن مطالعه میشدم که مثلا یه عالمه آدم نشستن دارن حالا کتاب میخونن یا درس میخونن، یهو همه سرا فکر کن با هم میومد بالا، بعد آدمو نگاه میکردن. بعد من اوایل یه حس چیزی داشتم، گفتم که نکنه مثلا تیپم بده یا مثلا یه چیزی ایرادی داره، یه زیپی واسه یه دکمه‌ای واسه که هر بار مثلا آدمو نگاه میکنن. ولی بعد دقت کردم دیدم که نه، اینا با هر آدمی که وارد میشه سرشون میره بالا و نگاش میکنن تا طرف بره بشینه. اینجوری میگم که اوکی پس مثلا عادیه براشون، یعنی یه کاری که همیشه میکنن. ولی برای من اوایل خیلی آکوارد بود و عجیب غریب بود، ولی الان دیگه مثلا برام عادی شده، مثلا مشکلی ندارم باهاش. ولی خب تو خیابونم برای نگاه میکنن با آدم. آره و مثلا مثل چیزم نیستا، مثلا تو خیابونم میگیم که نگاه میکنن، فکر نکن از این آدمای بیکار و علافن که وایسادن یه گوشه‌ای بعد مثلا اینجوری نگاه میکنن. نه، آدمایی که مثلا خیلی طرف جا افتاده است، چه خانومش چه آقاش، مثلا داریم رد میشیم بعد مثلا نگاه میکنم. بعد من بعد چون من دقت خیلی زیاد میکنم که ببینم که آیا فرقی هست، یعنی فرقی احساس میکنن بین من و خودشون که مثلا منو نگاه میکنن، بعدم نه اینا خودشون رو هم نگاه میکنن و اینجوری نیستش که مثلا من براشون عجیب باشم یا خیلی متفاوت باشم به چشمشون، با خودشون هم اینجوری هم. ولی خب اوایل برای من آزاردهنده بود، ولی الان برام خیلی مشکلی نیست. مدت میکنه دیگه اصولا همین. آره همینه کلا. مورد بعدی چیه؟ مورد چهارم خیلی ریلکس و بدون کلا عجله اینا ندارن. باز هم یه چیزی که هست، ما داریم تو شهر کوچیک‌تر زندگی میکنیم، باز مثلا میگم میلان و روم و اینها احتمالا لایف استایلشون فرق میکنه، ولی اینجا خب طبیعتا نسبت به تهران که ما همش تو بودو بودیم و بودو مثلا مترو رو بگیر، بودو نمیدونم تاکسی رو بگیر، نمیدونم فلان، و خب برای ما مثلا 30 ثانیه خیلی بیگ دیل بود. مثلا میدیدم آدمایی که مثلا حوصله نداشتن برای تو تهران حوصله نداشتن برای پله برقی صبر کنن و از پاهاشون در واقع انرژی وقت نداشتن. میدونم آخه ببین من یه دقیقه وایسا، من خودم میرفتم سر کار، خب یه سری موقع داشتم دیر میرسیدم، بعد لیترالی به همین فکر افتادم که من با پله ها برم که زودتر برسم. بعدش چند سری با
وایسادم با پله برقی تو همون شلوغی رفتم و فهمیدم که لیترالی 30 ثانیه فرق میکنه و این به ذهنیت ما ربط داره، چون 30 ثانیه 1 دقیقه که من میخوام وایسم. درسته تو فکر کردی، ولی خیلی از خب ماها نه، اینجوریم ما که ببین. بریم که زودتر برسیم، مثلا وای نسیم 2 ساعت پله برقی که تازه صفه براش تا برسی به پله برقی. خب این توی در واقع خوردمون رفته، این مثلا دویدنه در واقع به خاطر همین این کلا چیز ذهنی ما دیگه، مایندست مایی که در واقع همش تو بدو اصلا یه ذره حتی آروم نمیگیریم، یعنی که کار نمیکنیم. خب همین دیگه میگم، به خاطر اینکه ما همیشه عجله داریم، حس میکنیم که مثلا الان با پله برقی سوار نشدن خیلی قراره زود برسیم. دقیقاً. ولی اینجا مثلا من اینجا دیرم دارن میرسن، نمیدونن. به ندرت دیدم آدم اینجا بدوه. من شهر قبلی که ما زندگی میکردیم ویچنزا بود و اونجا من لیترالی هر بار داشتم تون راه میرفتم، اینو تون هم راه نمیرم، تون راه میرفتم که برسم به قطار، که از قطار برم پادووا و تو این مسیر خب چند تا کافه بود و ملت اینقدر با آرامش صبح زود اومده بودن داشتن صبحونه‌شون رو توی کافه میخوردن و اینجوری بودم که خدایا کی من قراره به اون آرامشی برسم که خیلی آسوده بگیرم بشینم، حداقل توی خونم بشینم صبحونه بخورم، نه لزوما بیام تو کافه صبحونه بخورم. ولی اونو فکر کنم زودتر بیدار میشدن. دقیقاً همین دیگه. کلا تا انتهای تا میخوابیم نفالا دیر پا میشیم از خونه میزنیم بیرون و من همیشه در حال دویدن بودم و اونا رو که میدیدم همش دوست داشتم که به اون آرامشه برسم که اینقدر ندوم، یه ذره آروم باشم، صبوری رو این کلا حالا کانسکونس اونها، اون پیامدها و اون در واقع چیزهایی که بعد از این عجله نداشتن و ریلکس بودن میاد، اینکه کلا ملت خیلی صبورن، خیلی حوصله بیشتری دارن و این به خاطر اینه که کلا تو کلانشهر زندگی نمیکنن. این یعنی این چیزی که لزوما به فرهنگ ربط نداره، مختص در واقع شهری که دارن توی زندگی میکنن و اینکه مایندستشون اینه که مثلا صبوری بیشتری دارن نسبت به ماها، چون کمتر هم تحت فشار زندگی هستن. این هم هستش کاملا. من حالا یه مثالی هم میخواستم بزنم. من رفته بودم فروشگاه، بعد از این سکه انداختم تو این شاپینگ کارت ها، بعد بردم تو فروشگاه خرید کردم، آوردم بیرون، بعد داشتم این چیزاشو وسایلی که توش بود و برمی‌داشتم میذاشتم تو کیسه خودم که اینو نهایتاً بذارم توی لاین این کارتا. بعد من حینی که داشتم این وسایلمو برمی‌داشتم متوجه شدم که من صد راه این نفر پشتیم شدم و تا آخر این که من وسایلمو کاملا خالی کردم فهمیدم که این همه مدت وایساده بود پشتم و لیترالی هیچی نگفته بود مثلا ببخشید من رد شم، نمیدونم زودتر بدو، هیچی نگفته بود و همینجور وایساده بود. بعد اون خیلی تو من اثر کرد. واقعا بعدش بهش فکر کردم که چقدر این آدم صبوری داشته، یعنی کسی دنبالش نکرده بوده، نمیدونم عجله نداشته که به کار دیگه برسه و با آرامش خریدش رو کرده و با آرامش هم وایساده اونجا که کار من تموم شه. نه خودش رو هول کرده، نه منو هول کرده. و از اونجا به بعد شدش که من سعی کردم صبوری رو واقعا تمرین بکنم، یعنی نه تنها این ریلکس بودنه بلکه اینکه من کلا بتونم تو همه بخشای زندگیم، چه میخواد برای چراغ قرمز وایسم، چه میخوام برای کلاسم برسم بهش، چه هر چیز دیگه، سعی کردم که خیلی صبورتر باشم، تایمینگم درست باشه که ندوم، که آرامش داشته باشم، که ذهنم درگیر یه عالمه چیز هست. خب ذهنم درگیر این که من بدوم به این فلان چیز برسم دیگه نباشه. این واقعا همین یه چیز در واقع کوچیک و در واقع هر روز از زندگیمون حذف کنیم، خب این لااقل به این آرامش حداقل میرسیم. اینو من یاد گرفتم ازشون و واقعا چیز خوبی بود، شوک بود، ولی خودم در واقع دارم مثلش میشم انگاری. آره کلا خیلی آدمای آرومین، ریلکسن، خیلی با آرامش کارشون میکنن. بعد
حالا میگی مثلا شاید به خاطر سایز شهر، آره قبول دارم، طبیعتاً خیلی تاثیر داره. وقتی تو از یک کلان شهر میای یه شهر کوچیک‌تر، خیلی تاثیر داره، این تفاوت رو کاملا متوجه میشی. و نمیدونم واقعا تو شهرهای بزرگ مثلا ایتالیا، مثل همین میلان و روم، واقعا چجوری، آیا واقعا به اندازه تهران آدما عجله میکنن یا کمتر؟ اینو نمیدونم، مطمئن نیستم. ولی خب من مثلا توی شانس این داشتم که توی 3 کشور، توی در 3 شهر مختلف یه مدت زندگی کنم و تجربه بکنم. اونا هم حتی آروم بودن، یعنی هیچ عجله‌ای نداشتن. مثلا تو نمی‌بینی کسی بدوه دنبال اتوبوس یا هر چیزی. و کلاً هم مثلا صد راهشون بشی و اینا، یا خیلی آروم وای میستن ببینن داری چی کار میکنی، چقدر کار طول میکشه. اگه بتونن وای میستن منتظر میشن تا تو کار تموم بشه و بعد رد بشن مثلا. یا اگه نه حس بکنن که کارت خیلی طول میکشه، مثلا بهت بگن که ببخشید بذار رد شم. کلا خیلی صبور و آرومن برعکس ماها. مثلا من حتی بعضی وقتا اصلا کلا عادتم شده خیلی تند راه میرم با اینکه عجله‌ای هم ندارم. بعد یهو اصلا به خودم میام که من تنها کسی هم که تو این خیابون دارم تند راه میرم. خب چرا؟ مثلا هیچ عجله‌ای هم نداری، میتونی آرومتر راه بری، بعد از مسیر لذت ببری، این ور کنی اون ور کنی. چه خبرش تو شهر دنیا مثلا دست کیه؟ آدما رو نگاه کنی یکم. ما اینو نداریم و این خب قبول دارم یکم شده عادتمون به خاطر سبک زندگی که مثلا چون من 20 سال 25 سال تو تهران زندگی کردیم، اون مدلی بودیم، همش عجله داشتیم. این دیگه رفته تو خوردمون دیگه. دقیقا. یه چیزی دیگه البته نکته منفی داره این ریلکس بودنشون، هم وقتیه که کار تو اداره گیر میکنه. همون ریلکسی که در واقع در سطح شهر شما مشاهده میکنید، در سطح اداره هم مشاهده میکنید. اینقدر اسلو، اینقدر آروم، اینقدر با آرامش کارا رو انجام میدن. من یه چیز میگفتم، مثلا بانک میرفتیم توی ایران، اینجوری بود که مثلا آقا یا خانومه 3 شماره رو میزد همزمان. مثلا من تا دارم یه فیشی پر میکنم، کار اون یکی رو داره راه میندازه. این لیترلی نه، اینا اینجوری اگر نیستن. که مثلا یه نفر داره فیش پر میکنه، همجور وای میسه کار این from beginning to end کاملا تموم شه، بعد یه نفر دیگر رو میپذیره که بیاد به پیشخونش. آره. ولی توی ایران این شکلی بود که طرف بنده خدا مثلا 3 تا مثلا همزمان انجام میدادن، کار مثلا ملت را بیفته. ولی اینا نسبت به این ریلکسن و چون مردمشون هم آرامش دارن مشکلی پیش نمیاد. ولی اگه همین اتفاق تو ایران بیفته، خب مردم واقعا کلشون خراب میشه از این قضیه. و آره مردم اعتراض میکنن تو ایران، ولی اینجا نه. اینجا آروم وای میستم هر چقدر طول بکشه، چون عجله ندارن دیگه، رو هم رفته کلهم. آره. عجله ندارن، نه اینا عجله ندارن. ولی متاسفانه من هر بار مثلا میرم ادارهشون عصبانی میشم، ولی من دوست کاری نمیتونم بکنم، چیزی هم نمیگم، ولی مثلا تو خودم خیلی عصبی میشم. ما کارمون آخه گیرتره دیگه. ما مثلا یه سری کار اداریمون انقدر حیاتیه برامون. نه اصلا اونش چی بابا، آدم چرا باید وقتشو الکی بی خود صبر کنه توی اداره وقتی یه کاری میتونه مثلا نیم ساعت انجام بشه؟ من اصلا کاری با اون حیاتیش ندارم، چون به هر حال اون انجام میشه، چه اول روز انجام بشه چه 2 ساعت بعدش انجام بشه. ولی خب وقتی یه کاری میشه زودتر انجام بشه، چرا باید بی خود وقت تو بذاری؟ ما خسته شدیم دیگه. توی اداره صبر کنی بشینی بی خودی تا مثلا کارت انجام بشه. مرسی که توی این قسمت همراهمون بودین و این که امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. منتظر ویدئوی بعدی که قسمت 2 شوکای فرهنگی هست باشین و لطفاً اگر جدید هستین سابسکرایب کنین، شیر کنین و از ما حمایت کنین. مرسی تا اینجا بودید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. خداحافظ.